عزیزانی که شکر دارن، این دارو را استفاده کنین. بهترین دارو است. شکر شما را از ریشه میکنه، نرمال میسازه، تنظیم میسازه، قند خونتان به میزان مناسب میرسانه. شما اگر هر نوع داروی شکر بخورین، هر نوع داروی شکر بخورین در طب شیمی صرف کنترل میکنه. روزی که همان دارو را استفاده نکنین، دوباره قندتان بالا میره، شکرتان بالا میره، دیابتتان بالا میره. بنان هیچ بهبودی به خاطر آینده نداره. بنان یک نسخه بسیار ساده را براتان آوردیم. همین نسخه را استفاده کنید و به تمام دوستایتان برسانید. یک صدقه جاری است. عزیزان، شما میگیرین یک قاشق شنبلیله یا حلبه، یک قاشق هم سیادانه، 20 عدد قرنفل داخل 20 عدد قرنفل در یک ظرف فلزی یا آهنی که روی آتش باشه میندازین. بسیار کم بریان میکنین. بعد از بریان نمودن داخل میکسر میندازین، پودر میکنین. یک